السلام علیکم دوستان عزیز. روز شما بخیر و شادی باشد. امیدوارم همه کس خوب هستید. همیشه خوب مانید. رحمت برای دستگیری کانال ما، رحمت برای لایک و رسمات دادن. امروز دخترها برای شما من یک نمود بیسکویت آسانک آماده کردم. حتما با ما باشید. در اینجا 6 دانه تخم را من سفیدیش را از زردیش جدا کردم. من همین طور جدا میکنیم. اکنون سفیدیش را از زردیش جدا کرده با میکسر تا سفید شدن لط میزنیم. در اینجا من 150 گرم شکر را کم کم انداخته تا سفید شدنش لط میزنم. کم کم شکر می اندازیم. حتما دخترها بیزه ما به مثل نیشه الله بیاد. تخمینا 15 دقیقه لط میزنیم. من همین طور سفیدی ضد آسودگی من همین طور سفید شد. اکنون زردیش را جدا 4-5 دقیقه لط میزنیم. در اینجا من 115 گرم آرد را با میکسر دستی همین طور به یک طرف لط میزنم. حتما آرد را از سیت گذرانیدن لازم. اکنون من سفیدی لط زدگی همان را به این آمیخته میکنم. همین طور من آمیخته کرده هر دویش را یک جای میکنیم. در اینجا اکنون من به بالای این یک قاشقچه را از ریخی ریتیل همراه کردم به بالای آرد ما. اکنون من به بالای خمیر ما نمیده به بالای خمیر ما کاکائو همراه کردم. 60 گرم کاکائو همراه کردم. دخترها من 60 گرم کاکائو انداخته باز به همین یک طرف همین طور آمیخته کردم.
Mana biskvitimi ana mintavr بیاد نه قفص نه سویوق ana mintavr من batagi qalıbı mən 25 santimetr batagash mən pergamentni bumaga karda 50 دقیقه در تفتا نگاه می‌داریم. در ما بین دخافکه نگاه می‌داریم 180 درجه باشد. من بیسکویتیم آماده شد. من چنان که می‌بینید آماده شد. من اکنون از خالا میگیرم. بیسکویت در حقیقت بلند آمد. من حتما دخترها تیار کنید. به کانال ما آبونه شوید. آبونه شدن را فراموش نکنید. رحمتی کلام برای دستگیری هاتان. خیر در پناه الله مهربان باشید تا ولاقای آینده.